نماز تهجد نماز عاشقان است. عاشقان الهی شبخیزی دارند. شب خیزه با پروردگار راز و نیاز میکنند، در حالتی که کل موجودات خواب است. وقتی خواب میروند آرامش پا وقت گرفت عاشقان بیدار میشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هزاران حمد و ثنا و شکر و سپاس پروردگاری را که انسان را از اصلی به هستی وجود آورد و هزاران حمد و ثنا و شکر و سپاس آن ذات مقتدر و توانایی را که راه هدایت و راه ایمان و راه اسلام و راه قرآن را بر ما مزین ساخت و هزاران شکر و سپاس پروردگاری را که بر ما بندگانش توفیق عنایت فرمود تا راه ایمان و راه قرآن را طی نماییم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا ما تنها تو را عبادت بکنیم و در تمام امور زندگی تنها از تو استعانت و کمک طلب داریم. درسی که امروز پیرامونش میخواهم صحبت کرده باشم حدیث از احادیث گلبار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، حدیث 67 است. رسول گرامی قدر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل. رواه البخاری و مسلم عن عائشة رضی الله عنها. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر محبوب من شما میفرمایند که بزرگترین و با ثوابترین روزه بعد از رمضان چی است؟ روزه ماه محرم است. رمضان فرض الهی است برادران عزیز. اصلا به آیه کریمه قرآنی رمضان فرض شده است، چنانه که در آدی یک ماه نشد از گذشتن رمضان، در ماه رمضان، در فضیلت رمضان هر شب صحبت داشتیم. از جمله این آیه کریمه را من چندین بار مفصل تفسیر و ترجمه کردم. استعیذ بالله: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیت فرضیت رمضان را بیان می‌نماید. بهترین و باثوابترین روزه بعد از رمضان پیغمبر خدا گفتند چی است؟ روزه ماه محرم. ماه محرم سال نو ما مسلمان هاست. سال نوی که نو می شود، سال نو ما از سال نو میلادی نیست برادران است. یکم ینور سال نو قید میکنند، این سال نو مسیحی ها است. اما ما مسلمان ها ماه محرم سالمان نو می شود که قریب 2 ماه بیشتر از ماه ینور است. قریب 2 ماه بیشتر از ماه ینور سال نو هجری، یعنی ما مسلمان ها سال نو از ماه هجری ها هست. یعنی ماه سال هجری از ماه محرم شروع می شود، اما سال نو مسیحی ها از یکم ینور شروع می شود. بنابراین این ماه رسول الله ماه محرم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 10 روز روزه می گرفتن. 10 روز اول این ماه چی روزه می گرفتن به خاطر سال نو می شود.
و بزرگترین و باثوابترین نماز بعد از نمازهای فریضه نماز شب است. نماز شب چگونه من دینا گفتم که در باب تهجد من باید صحبت داشته باشم. نماز مراد از نماز شب نماز تهجد در نظر دارم. نماز تهجد نماز سنت مؤکده است. بعضی ها به واجبیش آورده میرسانند. نماز تهجد نماز عاشقان است. عاشقان الهی شبخیزی دارند. شب خیزه با پروردگار راز و نیاز میکنند در حالتی که کل موجودات خواب است. وقتی خواب میروند آرامش پا وقتی گرفت عاشقها بیدار میشوند. بنابراین بزرگان اولیاء الله دوستای خدا اول شب بر وقتی که خواب میروند تا مردم که خواب کردن اینا بیدار میشوند. یک قسم شب میگذرد عاشقهای الهی بیدار میشوند، وضوی کامل میگیرند، پس شروع میکنند عبادت تا سحر. حضرت امام احمد حنبل رضی الله تعالی عنه در زمان خودشان تازگی خودشان یک آدم 40,000 تنگه 40,000 دینار درهم دینار طلایی میشود 40,000 تنگه طلایی صدقه کرد در زمان قاضی. یعنی امام احمد حنبل البته سرورمند بود است. این 40,000 تنگه طلایی به پول این وقت خیلی پول کلان میشود. طلایی بود اون زمان 40,000 دینار صدقه کرد. حضرت امام احمد ابن حنبل در برابر که بنده خدا 40,000 دینار صدقه کرد در راه الله خدا، این 40,000 رکعت نماز خواند. 40,000 رکعت نماز خواند. گفتن حضرت سیر چی است؟ گفت من ندارم 40,000 تنگه که صدقه کنم. بنابراین بهترین صدقه من نماز است. حضرت با واسطه نماز خواندن گفتن که باید 40,000 دینار در راه خدا وقتی همت کرد احسان کرد صدقه کرد، من 40,000 رکعت نماز میخوانم شاید که خداوند رکعت نماز مرا به دینارهای او برابر بکند. او آدم به 40,000 رکعت 40,000 تنگه جنت خریده باشد، من به 40,000 رکعت نمازم چی جنت میخرم. با این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند که بهترین روزه بعد از رمضان روزه محرم است، 10 روز محرم، و بهترین و بزرگترین و باثوابترین نماز بعد از چی؟ نمازهای فرض چی؟ نماز تهجد است، نماز شب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقيه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. این حدیثایی که من گفتم دو تا شد، اگر توجه کرده باشید هر دوش گفتم عن عائشة رضی الله عنها، یعنی از زبان مادر ما عایشه صدیقه طاهره ما این سخنها را گفتم که خانم رسول اکرم بن صلی الله علیه وسلم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عایشه صدیقه میگوید در شب 11 رکعت نماز میخواند. یعنی نماز تهجد پیغمبر بزرگوار چند است؟ 11 رکعت نماز است. و به اندازه یک نفر از شما که 50 باید بخواند سجده را چی؟ طول میداد. ما در نماز بامداد باید در یک رکعت از چی تا 50 آیت باید بخواهیم تا اینکه یک شخصی از خواب خسته بتونه که به حضور کنه و طهارت کنه بیای همین رکعت چی دیار کنه، یا که یک شخصی در همین دنیا نماز وقتی من تحریم الله اکبر میگم در حالت تحریم بستن طهارتش میکنه همون قدر باید طولانی 50 باید در یک رکعت خوانده شد که آدم برقه
شکل بیا همین رکعت شدی